به نام خدا، آرمان بختیاریان هستم. از طرف کمیته کارشناسی ژیمناستیک شبکه خبر به عنوان ورزشکار برتر آبان انتخاب شدم. من ژیمناستیک رو از سن 8 سالگی در استان خوزستان شروع کردم و مربی ابتدای من آقای شاهرخ نور بودن و تا امروز هم که در خدمت ایشون هستم. مشوقای اصلی من خود مربی من آقای شاهرخ نور و پدر مادرم بودن. بستگان من، دوستان من که خیلی تأثیر بسزایی در رشد و پیشرفت من در ژیمناستیک داشتن و میتونم بگم که پیشرفتم مدیون این است و به خاطر زیبایی و هیجانی که ژیمناستیک داشت منم به این ورزش رو آوردم. مقامایی که کسب کردم: از سال 1370 قهرمان دارحلقه کشور شدم. سال 1371 قهرمان پرشخرک و بارفیکس شدم. اولین سفر خارجی من در سال 1376 به کشور ارمنستان بود. دومین سفر من 1377 یا 78 در کشور مجارستان بود که برای آمادگی تیم ملی به مسابقات آسیایی بانکوک 1998 برگزار می شد. اولین و رسمی ترین مسابقه من در مسابقات آسیایی بانکوک 1998 بود که تیم ایران تونست در این مسابقات مقام 8 رو به خودش اختصاص بده و همین نظام من به مسابقات آسیایی تایلند یکی از بهترین خاطرات ورزشی من. آرمان بختیاریان یکی از برگزیدگان ورزش ژیمناستیک است. بختیاریان به واسطه درخشش در رقابت‌های دسته دوم باشگاه کشور که منجر به کسب 1 مدال طلا و 1 برنز در بارفیکس و خرک حلقه شد، به عنوان ورزشکار ماه انتخاب شد. بله، خیلی متشکرم از توجه و همراهیتون با خبرهای ورزشی این ساعت و تا دیدار بعد که در خدمتتون باشم، همگی رو به خداوند متعال میسپارم. روز بخیر، خداوند منان یار و